میریم توی بازی ساکورا اسکول. وارد بازی میشیم و بازی رو شروع میکنیم. های کیوتا، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوشحالم که دوباره شما رو میبینم. یه چیز جالب میخواستم دوباره بگم تو این بازی. در واقع اون چیز جالب این هستش که اگه بمیریم چجوری باید زنده بشیم. پس بزن بریم که ببینیم اون چیز جالب چیه. اول کسی رو که میخوایم بکشیم و میکشیم. مثلا الان من ایشون رو میبرم به یه جای دور که سگش نفهمه و به پلیس خبر نده. حالا یه اسلحه میگیرم و اینکه اون پسره رو میکشم. خب الان کشتمش. اونو بر میدارم توی قسمت منو. اینجا جایی که هر وقت میمیریم و اگه خواستیم دوباره زنده بشیم اینجا همیشه زنده میشیم. بعدش بچه اینجا میریم وارد جای اصلی میشیم، معبد اصلی. بعد اینجا برام یه کلام تالک میاد. اینهاش اینجا برام یه تالک میاد، رو اون میزنیم. بعد بچه این گزینه رو با میزنیم. ما این گزینه رو میزنیم، گزینه اوکیو میزنیم، ولی در صورتی میزنیم که 5000 پول داشته باشیم. من الان 5000 پول اینجا دارم، پس اینو میزنم. خب ازم پولو گرفت، پسرم ازم گرفت. خب بچه اینجا رو نگاه کنید، این خیلی جالبه. الان میریم توی قسمت منو. بعد بچه بوی مگه نمرده بود؟ اینجا مرده بود دیگه، ولی الان زنده شد. اینهاش بوی الان زنده است، میبینید؟ بای کیوتا، امیدوارم از این آموزش عجیب و غریب خوشتون اومده باشه و اینکه حتما لایک و کامنت دنبال کردن یادتون نره. امیدوارم از این خوشتون اومده باشه. واقعا میخوام که شما خوشتون بیاد از این و فعلا خداحافظ. و قراره که با این پسر کلی دعوا داشته باشه. بس خداحافظ.